سلام. یه آموزشی بریم در مورد اره استخوان‌بر. عرض کنم بالا توضیح دادم که چه مدلی کار کنیم. گفتم اگر زیاد هم بهش فشار بیاریم اره یا از جاش در میره یا میشکنه. بعد شما هم میپرسی که چه جوری مثلا الان من خونه چه استفاده میتونم بکنم از این اره. شما میتونی از این اره آهنبرا هستن خونه از اون استفاده کنی. این تو فیلم هم که بهتون نشون میدم به خاطر اینه که دیدی آبگوشت چیز میشه، استخون ریز از توش در میاد، ولی تو این مدل تو با اره کار کردن دیگه آبگوشت استخون ریز نداره، خیلی بهتره. این دستکش هم که یادتون نره دستکش فلزی اگه پیدا کردید 2-3 میلیون الان بسته نمیشه.